سال 1872 میلادی کشتی آمریکایی مری سلست آماده حرکت به ژنو است. 10 سرنشین شامل کاپیتان، خانواده و 7 ملوان. سفری که تبدیل به یکی از مرموزترین رازهای دریانوردی شد. کشتی سالم، محموله تقریبا دست نخورده، اما سرنشینان ناپدید شده بودند. کاپیتان، همسر و دخترش هیچ اثری ازشان نبود. خدمه به طرز مرموزی ناپدید شدند. چرا خدمه از کشتی ناپدید شدند؟ هیچ کس نمی‌داند. و نظریه ها یکی پس از دیگری مطرح شد. ترس از انفجار محموله، طوفان، دزدان دریایی یا پدیده های مرموز و یا پدیده های ماورایی. اما هیچ یک پاسخ واقعی را نشان نداد. تنها چیزی که باقی مانده کشتی خالی و اقیانوسی آرام است. راز کشتی مری سلست یکی از بزرگترین معماهای دریانوردی جهان است و همچنان مرموز و زنده باقی مانده.